خب موقعیت که ما قرار داریم دیگه بیننده های عزیز دره پارندی است که منطقه به نام دنگانه و نشراب یاد میشه دیگه. خیلی یک جای زیباست. همه جای پنجشیر مقبولی و زیبایی خود داره، بالخصوص با دره پارندی بسیار نام داره در زیبایی دیگه. همراه دوستا و رفیقا آمدیم، خیر ببینن، مهمان نوازی کردن. علی پور صاحب خدا خیر بده. نصرت جان که ما را خودش آورده میجه من ما شاگرد لایق هستیم تقریبا. علی پور صاحب ایره چند وقت علی پور صاحب ایره چیز میکنه نمیشه این همون قدر تیپیده میشه که همین توپ خدا مایده بسازن. و این همین چهارمغز کمرو از این موزیک که روغن چهارمغز این خدا جسمل میکنه یک رقم. خیر ما همراه همکاری میکنم. خیر ببینی دیگه این به این شکل مثل که داونگ میشه همین رقم تیپیده میشه. رنگ فقط بلند میکنی مندازیش دیگه توپش ما خدا خشک است دیگه بسیار خوب خدا مایده میکنه. چهارمغز هم چهارمغزهای پارنده است تو دیگه. چهارمغز پارنده است. این چهارمغز پارنده است. تازه هم هست. این سفید است. بود که آرد شد. آرد میشه با چهارمغز انجینر صاحبای ما آمدن دیگه. خیلی آدمای فعالی هستند که یک زنگ زدیم آمدن یک قسم به چشم مستری ها. ما از پیش از یا گرفتیم که یا نمومن ولی آمدن. احساس کن چیه؟ والا خوش شدیم که بچه ها را اینجا میبینیم و این پیرکندی را جور کردن دیگه. از این که بخیر هستی؟ درباره موقعیت منظره که تماشا بکنید چی دیدی دیگه؟ ما خیلی برای ما که نو است دیگه. نو آمدیم تشکری خاص از شما میکنیم از بدره که همین انجینر صاحب بعد از کار یک تفریح داشته باشی واقعیت یک لذت خاص دیگه داره دیگه. این فضای طبیعت و ما همه ما بالخصوص مشتاق دیدار انجینر جاوید در هم جای است. پارنده را چطور یافتی؟ والا دو احساس خوشی میکنیم که همراه همکاران اینجا آمدیم در میله چی میگیم پیرخندی است دیگه. بازم از شما تشکر میکنیم که زحمت کشیدید ما رو دعوت کردید. فعلا وقتی است که ما توته که چیز شده مایده شده، چهارمغز هنوز ننداختیم، توته که مایده شده این توته ما چیزش میکشیم مایدگیش، بعد دیگه توت مندازیم باز چهارمغز بازیدم و چربی چهارمغز با هم مخلوط میشه و بعدا باز تصویر نشان میدیم براتون. نظری صاحب دیگه خدا خیرت بده از دعوتی که ما رو دعوت کردید. تشکر دیگه واقعیتش یک دعوت را خیر همکارا آمدن خیر ببینن. تشکر بسیار زیاد از حضور. بخیر باشید. درباره پنجشیر بگوید که پنجشیر چگونه دید، چگونه یافت، مردم پنجشیر دیگه، فضای پنجشیر، آب و هوای پنجشیر از خودش بیشتر میشنه. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر اول از اینکه ما را دعوت کردین. پنجشیر بسیار جای زیبا، بسیار با آب و هوای بسیار گوارا. واقعا آب پنجشیر که قبلا ما تعریفش شنیده بودیم ولی دیدیم دیگه و چقدر آب خوب داره و چقدر هوای خوب دیگه. مردمش هم بسیار مردم شریف معلوم میشه. هر چقدر دیر میشه که ما آمدیم ان شاء الله شریف از جایی که میبینم دیگه. بسیار تشکر. واقعا یک توپوگرافی به خصوص خود داره. بسیار کوههای سر به فلک کشیده و درهای جالبی بسیار زیاد داره. بله. و خیلی آب خروشان زیبا داره. اگر از اون موقعیت هم شما بری اکتر کنید داره یک جای زیباست. حالا ها آب کم شده زمانی که اینجا آب خیزی که میشه برف ها میشه خیلی اینجا آب زیاد داره. ما اینجا زیاد آمدیم برف بسیار زیاد است دیگه. همون انجینر صاحب ما نماز دیگر هم میخونن. فعلا وقت نماز دیگر است انشالله که بعدا ما قدامت تاریخی و غورسنگ در پنجشیر چه رقم است و چی وقتی را شما اینجا جور کردی آورده یا خرد بودی که اینجا بود یا نه تازه شما اینجا آورده؟ این قدامت بسیار تاریخی داره. این از این خردترکی که یاد ما هست همیشه
امی اوغر سنگ. امی اوغر سنگ ها. خب بسیار خوب. این نو نیست. پرقندی هم دیگه همه قسم دیگه تیار میشه. پرقندی هم همه قسم دیگه ما خودم اگام چیز کردیم امتحان کردیم مگم نی از ما که خود تک رستی. اندی که ما گفته بودیم ها یه بچه همه که نجات فهمت هست چیز طبیعی یک چیز که تیار کردن. خیر ببینم بسیار یک پرقندی بالا انشالله بخیر و خوب مزدار.